بله ایرانیان عزیز، درود خدمت مبارکتون. که یک مشکلی اینجا به وجود اومده برای ایرانیان در حقیقت در اسپانیا، که اینها آمدن سالهاش اینجا، ده ها ساله، و تقاضای پناهندگی سیاسی کردند و به اینها پناهندگی سیاسی رو میدن، ولی بعداً حالا من براتون توضیح میدم چه بلایی سر من آوردند. که بدانید که اصولاً اسپانیا یک کشور غیر قابل اعتماده و سازمان امنیتش متشکل شده از یک جانیه، از همون ژاندارم هایی که به اصطلاح در زمان فرانکو بیش از 2 میلیون اسپانیایی و خارجی رو کشتند و در مدت 40 سالی که اینجا بودند دست به بدترین جنایت ها زدند. این اراذل اوباش هم در سازمان امنیت اسپانیا هستند، هم در همین بخشی که گفتم ژاندارمری، اینجا بهش میگن گواردیا سیویل، که اونایی که در حقیقت الان نه، ولی اون قدیمی هاشون حیواناتی بودن که آدم میکشن. و اینجا هر روز بیشتر اسم اراذل اوباشی که مثلا رو 50-60 سالند از همین اراذل صنعی اینجا در میاد. یکی از اونها اینجا متاسفانه روزی که من اومدم اسپانیا، حالا ازدواج کردم و بعدش هم رفتیم از اینجا، بازم زنمون آوردمون اینجا و خلاصه ما اومدیم و یه خونه‌ای خریدیم توی یه جایی که در حقیقت این مرکز فساده، مرکز جانی ها و فاشیست ها و اراذل اوباشه. هم به اصطلاح پلیس اینجاست مرکزش، و همین که در تمام این محله های اینجا یک نفر اراذل اوباش این کار میکنه. کاری که این با من کردن بدین ترتیب بود که 36 سال پیش من یک روز یک شب از خونم در میمدم. در همین خونه منم یک حیوانی هست به نام سزار ررو، یک جانی بالفطره است. این بیناموش بدون اینکه اصلا کارتشو نشون بده، پلاکشو نشون بده، من روی گشت و بعدش هم باعث افتادن یک پروتوتایپ شد و شکست. و بعد من مسئله رو جدی نگرفتم، چون این حرومزاده پلاکش هم نشون نداد که من بدونم باشه کثافتی طرفم. خلاصه بعد از مدتی من در خیابون‌های اسپانیا همینجور هر جا میرفتم میدیدم مردم حرف میزنن در مورد من، یه زن یه مرد، این میگه این یکی با یکی بوده یکی نبوده. خلاصه این مسئله رو ایجاد کردن که تو هر جا میرفتی همین دوتا، یه صدا یک زن فاحشه اسپانیایی و یک بچه مزلف شنعی همیشه در گوش ما بود که راجع به من حرف میزدن. ولی کار از اینجا هم فراتر رفت. کار به اینجا کشید که ما سالها 2003 خلاصه دیدیم که این یارو اومده پشت این پنجره خونه من، نشونتون میدم. این پنجره در حقیقت به یک دونه تراس ختم میشه، من طبقه اول هم به یه دونه بالکن، و این بیناموش اومده اینجا داره این کار رو میکنه. بعدها من فهمیدم که این برای اینکه بتونه جاسوسی بکنه، یک نفر از افرادی که اینجا به عنوان باغبان بود با کمک 4 تا دونه اراذل اوباش مثل خودش کار این رو از این گرفتن و این تونست بیاد اینجا به جارو کشی. ولی در حقیقت هدف این چیز دیگری بود. هدفش این بود که بیاد پشت این پنجره جاسوسی بکنه و به این ترتیب نه تنها اون حیوانکی هم زنش فوت کرد بعد یه مدتی به خاطر این ضربه‌ای که بهش داده بودن، و بسیاری دیگه از اسپانیایی هایی که اینجا توی این محله هستن این بیناموس آزاد کرده و اذیت کرده. بعد یه مدتی در سال 2003 خلاصه اینجا ما با این مسئله روبرو شدیم که اینها ما رو با امواج خلاصه الکترومگنتیک، همون چیزی مربوط به همین مایند کنترل، الکترونیک هراسمنت، دارن شکنجه میدن. و این حیوان هم اینجا راه میافتاد توی این بالکونا و فلان و بیسار. منم داد میزدم که اینا دارن این کارو میکنن. میگفت صنعی نیست، اسم این اراذل اوباشه که اینجا هستن صنعیه و سیاه هست. خب بله، ببینید چه اتفاقی افتاده. این بی پدر مادر رفته سفارت ایران پول گرفته و خلاصه من رو به وسیله همکارانش، بدون اینکه حتی اونایی هم که به اصطلاح رئیسش هم بدونن، 2 نفر 3 نفر که به این به اصطلاح تکنولوژی گذاشتن افراد توی این خلاصه جلادخانه و این فاشیست خانه و این خلاصه برگردیم بگیم آشویتس مدرن صنعی که مال اینهاش یا سیاه ببره، این تونسته به اصطلاح به این ترتیب این کار انجام بده، ببینید که اونها بفهمن. مشکل از اینجا شروع میشه که وقتی هم که این اراذل اوباش فهمیدند، بعد از یه مدتی که از این پرسن آتو چرا این کار کردی، گفت من فکر کردم اسلحه هست.
این بی پدر مادر بی همه چیز که اسمش سنه‌ایه، این اراذل اوباشه حرامزاده جانی، به جای اینکه کاری بکنند جریان رو ادامه دادن. من به این مشکوک شدم، ازش شکایت کردم. در روز شکایت این بیناموس با مأمور سنه‌ای اومد و خانم قاضیه اومد در کمال وقاحت برگشت گفتش که شنیدی که اینا چی گفتن دیگه. ما در قبل من چیکار کردم؟ من که کسی نکشتم، من که رئیس جایی نیستم. این ما رو تومه قرار داده به خاطر اینکه بتونه پول در بیاره، با اینی هم که من پناهندگی سیاسی داشتم. ولی نه، این خانم به هر حال با دادن این رأی خودش که ایشون کار خیلی کمی کرده، ایشون رو بخشیدن. ولی حاصل این جریان این شد که 2 سال گذشته زن من فوت کرد، ولی فوت نبودید. این بیناموس همشون اومد پشت این پنجره. یه بار اومد گفت من پلیس مخفی ام، هر 2 روز یه بار میومد اینجا پشت این پنجره انواع و اقسام تهدید میکرد و هیچ کس هم اینجا جلودار این حرومزاده نبود. توی خیابون داد میزد که ما نیستیم، سیاه هستش و هیچ کم بهش چی نمیگفت. حالا اگه توی همینجا یه دونه ژنرال این حرفو بزنه یا یک نفری به اصطلاح از خود دولت این رو لو بده، میگیرن میزنش تو دیوانه خانه. ولی این بی پدر مادر چون عضوی بوده از همون فاشیستای قبلی که در اینجا بودند این کار نکرد. نتیجتا به این ترتیب شد که حرفاشون هم بعداً به این ترتیب شدش که بله این آقا رو دور کردن هم مسئله، و بعدش هم گفتن که بله شما در خطری. آن دست کی در خطرم؟ خطر چی؟ همین بیناموس‌های بی همه چیز فاشیست اسپانیایی، این سنه‌ای خودش در حقیقت دشمن منه. دشمن من یک دونه کثافت ژاندارم بی پدر مادر جانیه که تمام به اصطلاح حقوق انسانی من رو زیر پا گذاشته و دست به این جنایت زده. دشمن من خود شما بی همه چیزایید. میومدن توی خونه من بدون اجازه من هر قضیه دلشون میخواست میکردن، چیزها رو این ور اون ور میکردن. تو بعضی از خونه های بعضی از خود اینا که اینجا هستن که بیشتر از 10,000 نفر اینا ویکتیم دارن، در یک دونه به اصطلاح اسیر دارن. خود اسپانیایی‌ها میرن تو خونهشون، مالشون رو میدزدن، اموالشون رو به اسم خودشون میکنن. هر جنایتی که میاد از دست اینها انجام میدن برمیاد. این حیوانات شرور که در حقیقت همون کثافت‌هایی هستند که از زمان فرانکو در دل این به اصطلاح سازمان امنیت اسپانیا و تشکیلاتش می‌دونم قضاییشون موندن، در اینجا هم قاضی‌ها به شکایت‌ها رسیدگی نمی‌کنند و می‌ذارن هر کاری می‌کنن. اینها جنایتکارند، جنایت می‌کنند، مردم رو پیش از هر چیز این الاغ‌ها رو، این راسیستا رو به خاطر هیچی، فقط چون راسیستن، بر علیه خارجی ها به خصوص اونهایی که به اصطلاح مورد شکنجه اینها هم قرارن میشورونند و اونها به اینا مثل سگ وحشی حمله میکنند و خلاصه وضع ایرانی ها اینجا اینجوریه. حالا تمام این حرف هم که بگذاریم، اصلا زندگی کردن با این حیوانات کار غیر ممکنیه. یک مملکتیه که همش دزدبازار و بی پدر مادری و غیر قابل اعتماد، این اصلا واسه آدم‌ها شخصیت قائل نیست. این یه حیوانیه که به هر ترتیبی شده همه رو آزار میده، هنوزم فاشیسته، هنوزم راسیسته، هنوزم جانیه. بدین ترتیب من به شما یک پیشنهاد میکنم ایرانیان. یک این که با کسانی که در اسپانیا آمدند به خاطر وضعیتی که به هر حال در ایران هست و پناهنده شدند از اونها دفاع بکنید. ما اینجا فقط یه دشمن نداریم، انگار ما چه آدم اومدیم افتادیم توی چاله. این بی‌ناموس‌ها، این بی‌شرف‌ها، این بی همه چیزها، اینها دشمنان ملت ایرانند. این جانی‌ها اصلاً با ایرانی‌ها هیچ جور سازگار نیستند. حتی تمام اون به اصطلاح مزایایی رو هم که به دانشجویانی که میان اینجا ایرانی هستن به بقیه خارجی ها میدن، به اینا به صرف اینکه ایرانی هستن نمیدند. اینها بچه شما رو یه روز همین مرتیکه بیناموس توی یکی از این فروشگاه بزنش بگه که حرف نزن گفتم با دخترش هم این کارو میکنیم. شما میدونید این چه شکنجه عجیب و غریبی، اصوات رو میسوزونند و چنین میکنند و چنان میکنند. من حالا آدرس اون به اصطلاح جایی که اینا این کارا رو میکنن میذارم این توی فیسبوک، برید ببینید چطور پای اینها رو میسوزونن، چطور زندگی اینها رو نابود میکنن. یک دونه کثافت بیناموس جانی
که دارای قدرته، یک کمی یک گروبانه از این قدرت سوء استفاده میکنه، با پسرخاله هاش که توی اون تشکیلات به اصطلاح جنایتگاه شنیعی هستند اونجا تبانی میکنند، میرن پول میگیرند و این کار رو انجام میدن و نتیجهش هم میشد که زن من رو به قتل رسوندن این بی‌ناموس‌ها. اگر به جان خودتون علاقه‌مندید، اگر واقعا تصور میکنید که کسانی که آمدن توی این فاحشه خانه اسپانیا و تقاضایی به اصطلاح پناهندگی کردند باید به عنوان یک ایرانی شمرده بشن و این تجاوز بر آزادی و زندگی اونها امری است که این کثافت‌های اسپانیایی، این فاشیست‌های بی‌ناموس انجام دادند، شما باید به ایرانیان بگید این رو. شما باید از اونها دفاع بکنید و بگید که این اراذل و اوباش اسپانیایی از چه قماشی هستند و چگونه این بی‌ناموس‌ها در ظاهر اینجا خوشرویی میکنند و فلامینکو میرقصند و از این حرفها، ولی در عمل تمام سعیشون نه تنها بر سر نابود کردن زندگی ایرانی هاست که صدهاشو میتونم براتون بشورم که از اینجا رفتند، بلکه حتی به اسارت کشیدن آنها، شکنجه آنها، قتل خانواده آنها هست. این چیزی که من به شما میخواهم بگویم و شما میخواهم آن را در همه جا پخش کنید. خیلی ممنون از توجه شما.